سلام. نشست در پیوند به صلح افغانستان با حضور نمایندگان 18 کشور و 2 سازمان بین المللی با حضور داشت رئیس جمهور غنی عصر امروز آغاز شد. گران هیوا سخنگوی وزارت خارجه گفته است که این نشست توسط حنیف اتمر سرپرست این وزارت رهبری می شود. حکومت می گوید طالبان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی اراده ندارد. مقامات گفتند که طالبان خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی را به خاطر کاهش خشونت رد کرده و به حملات خود ادامه دادند. اشرف غنی رئیس جمهور کشور در نشست کابینه حکم کرده که برای تمام ولایت خانم‌ها به صفت معاون والی تعیین گردد. گزارشات می‌رساند که این طرح از سوی وزیر امور زنان به کابینه فرستاده شده بود. حکومت فیصله کرده اگر تا 3 هفته آینده اعضای شورای ملی و همه مامورین بلندرتبه دولتی دارایی‌هایشان را ثبت نکنند، وزارت مالیه مکلف است تا معاشاتشان را پرداخت نکند. و مقامات ننگرهار می‌گویند قالین‌های بافته شده در این ولایت در امریکا و اروپا بازار خوبی داشته و کیفیت آن مورد پسند خریداران قرار گرفته است.